هیچ دقت کردین که وقتی با آدمای باهوش، با انگیزه، آدمایی که دنبال تحصیلن یا دنبال اینن که یه هدفی رو پیدا کنن و پیش ببرن و یه بیزینسی را بندازن و یه کار جانبی انجام بدن، والنتیر بشن، آدمایی که برای روزاشون برنامه دارن معاشرت میکنین، روزاتون کمتر دچار دراما و اتفاقای عجیب غریب و ناراحت کننده میشین. با این آدم انگیزه پیدا میکنه، روحیش عوض میشه. با آدمای کوچیک مغزی که به چیزای کوچیک زندگی گیر میدن، چرا اینو گفتی، چرا این کاری کردی، چرا دیر اومدی، چرا موهات این رنگیه و اینجور قصه ها باعث میشه که از هدف زندگی باز بمونی، انرژیت سطحش میاد پایین، حالت گرفته میشه، مودت خراب میشه. مواظب باشیم که روزامون رو با کی شروع میکنیم، با کی سپری میکنیم، با کی تمام میکنیم. هیچ کدومون وقت اضافه نداریم که خطر این آدما کنیم، نه؟